بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. خسته نباشید آقای انصاری، وقتتون بخیر. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احمد هستم از ایران. خواستم چند مطلبی رو خدمت شما صحبت بکنم به شرطی که قطع نفرمایید. صحبت‌های دوستانه است، به دور از بی‌ادبی، به دور از توهین. احمد آقا از تهران، بفرمایید. البته در رابطه با موضوع برنامه اگر صحبت بکنید، دو تا کلیپی که پخش کردید. بفرمایید موضوع برنامه چیه؟ یکی این که یک آخوندی گفت که الله سبحانه و تعالی در روی عرش جشن گرفته برای غدیر. و دومیش این بود که جبرئیل اگر بخواد که از الله سبحانه و تعالی چیزی بخواد، اول میاد کربلا به امام حسین متوسل میشه، بعد میره پیش خدا. یعنی حضرت جبرئیل از آسمان میاد پیش امام حسین، متوسل میشه به قبر ایشون، بعد از اونجا میره پیش الله سبحانه و تعالی. ببین اینا رو بر اساس چه استناداتی گفته؟ اینو باید ما میپرسیم از شما، از آخونداتون که چرا اینو گفتن. نه ببینید، هر صحبتی رو نمیشه ملاک سنجش شیعه قرار داد. عجب. متوجه هستی؟ هر حرفی باید با سند و مدرک زده بشه. اگر ای آقا حرفی رو زده یا صحبتی زده شده، باید مصداق‌هاش داده بشه، بررسی‌های سندی گفته بشه. شما متاسفانه چطور بررسی احمد آقا، چطور بررسی سندی بشه؟ مگر در دین شیعه چیزی به اسم بررسی سندی هم وجود داره؟ بله بررسی سندی، ببینید کتاب هر سندی که داره مطرح بشه در هر کلامی معتبر نیست، به شرطی که اون سند مورد بررسی قرار بگیره تا بتونه ببینیم علم رجال شیعه راویاش کیا بودن، چطوری فقه بودن، به چه صورت بیان بشه. خودتون متفق القول هستید که چه شیعه چه سنی در علم رجال باید این بررسی‌های سندی حتما صورت بگیره. بجای از کتاب‌های صحاح سنت که وجود داره مثل صحیح مسلم و صحیح بخاری که اونها جنبه‌های خاص خودش داره و یه سری انتقادات که نسبت به اون وارد هست که شاید من شیعه که دارم نسبت به کتاب‌های شما انتقاد می‌کنم، باید اول از کتاب‌های خودم انتقاد بکنم. حالا برمیگردیم به بررسی سندی. احمد آقای گل، شما که میفرمایید که بررسی سندی باید بشه، آیا اصول و ضوابطی وجود داره در مذهب شیعه در بیان احادیث صحیح، روایت‌های صحیح؟ الان مثلا من در اصول کافی، در کتاب الکافی شما روایتی وجود داره که ان قرآن الذي نزل به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و سلم کان 17,000 آیه. قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل نازل کرد 17,000 آیه بود. من میخوام این روایت رو بررسی سندی بکنم که آیا این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. شما لطف کنید یک قاعده ای رو برای من بیان بکنید و همین روایت رو بیاید بر اساس اون قواعدی که در دین شیعه وجود داره بررسی سندی کنید. درسته. الان من خدمت شما عرض میکنم. این سند راویاش کیا بودن؟ شما میتونید یا بدون راوی مطرح شده؟ بله، الان من خدمت شما این رو بیان من که میگم وسط جمله رو داری میگیری. الان علی ابن الحكم هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام ان قرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آیه. روایت رو نشون بده احمد جان. بفرم. ناگفته نمانه که این علی ابن الحكم و هشام ابن سالم از جمله رواتی هستند که قضیه امامت ائمه هم اینا روایت کردن. یعنی شما اگر بخواید که اینها رو رد بکنید، مجبورید که امامت 12 امام هم رد بکنید. با ذکر این مطلب شما بفرمایید الان بر اساس چه قاعده ای شما این حدیث رو رد میکنید؟ شما بحث تحریف قرآن رو دارین الان مطرح میکنید. یعنی مثلا شما میخواید بررسی سندی ها من بهتون بگم. اول گفتم از لحاظ راوی. بله. راویاشو مطرح فرمودید. راویاش باید بگم که اولندش اینهایی که بیان کردن، من الان بزنم تو کامپیوتر صبر کن. بزن. یه لحظه. خب گفتی کی؟ علی ابن الحكم، هشام ابن سالم. خب اینا خب درسته. راویش صحیحه. خب
من میخواید یک راهنمایی بکنم احمد آقا که کمی کارتون آسون بشه؟ بگو. آقای مجلسی که اومده کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول که همین کتاب کافی رو ایشون اومده در این کتاب، الان به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول از علامه محمد باقر مجلسی، ایشون اومده در جلد 12 همین باب رو، همین حدیث رو، علی ابن الحکم ان اشاب بن سالم ان ابی عبدالله قال ان قرآن الذی نزل به تا آخرش چی میگه؟ الحدیث الثامن والعشرون موثق، این حدیث موثق است. خب بعد میگه که و فی بعض النسخ عن هشام ابن سالم و هارون ابن مسلم فخبر صحیح ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من اخبار الى اخره الصحيحه الصريحه في نقص القرآن و تغییره. بله. خب حالا برداشت از این روایت چیه؟ تا من خوب توضیح بدم خدمت احمد آقا. این روایت بیان میکنه که قرآنی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود 17,000 آیت بود و قرآنی که امروز در نزد ما هست 6,000 خورده آیت است، یعنی 2/3 از قرآن کریم ناپدید شده. و روایات دیگری که در کتاب کافی وجود داره، در باب امام زمان و در باب این فضایل قرآن هم هست و در بهار الانوار هم وجود داره، ثابت کننده این مطلب است که در آخر الزمان حجت ابن الحسن العسکری قرآن اصلی رو میاره که با این قرآن فرق میکنه، حتی آیات و سوره هایی که مخالف و مغایر با این قرآن بوده رو در کتاباتون بیان کردن. این روایت ثابت میکنه که شیعه معتقد به تحریف قرآن هستن. ما قضیه تحریف قرآن اگر بخواید بحث بکنید این بحث جداگانه هست و طویل و عریض، من مشکلی برام نیست. احمد آقای گل، شما الان فرمودید که ما میایم روایت های شما رو بدون بررسی سندی همینطوری بیان میکنیم، باید روایت ها بررسی بشه، باید راویانش سندش بررسی بشه. من از جناب احمد آقای بزرگوار درخواست میکنم که این روایت رو شما بررسی سندی بکنید، متنش و سندش و راویانش و چیشو شما رد میکنید. من یه جمله رو خدمت شما مطرح بکنم. بفرمایید. البته مواردی که در رابطه با تحریف قرآن داره صورت میگیره، اولا که قرآنی که در دست من شیعه است و قرآنی که در دست شما اهل سنت از الف تا یهش مو نمیزنه. متوجه شدی؟ اما قرآنی هست که درست شده در زمان پیغمبر عظیم‌الشأن، این اعتقاد شیعه است، در زمان پیغمبر عظیم‌الشأن بر قبل نازنین پیغمبر نازل شده و در زمان پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه نگارش پیدا کرده توسط بهترین اصحاب و یارانش. احمد جان برادر عزیز بزرگوار، لطف کنید همین رو با سند بگید در کدوم کتاب شما اومده که همین قرآنی که امروز در دست اهل سنت هست همون قرآنی است که بر پیامبر نازل شده صلی الله علیه و آله و سلم و به دست مبارک ایشون نگارش یافته و همین قرآن صحیح است. در کجا گفته این مطلب؟ به دست ایشون نگارش پیدا کرده. گفتم که به دست اصحابشون، به دست اصحابشون میبرد. این روایت رو از کجا گفتید شما؟ این روایت در اصول کافی وجود داره. بفرمایید در کدوم صفحه کدوم جلد بخونید روایت رو. الان کامپیوتر بزنم خدمت شما. بفرمایید. رفتن کامپیوتر رو بزنن. بله احمد جان اگر دوباره رو خط اومدن به من اطلاع بده. ایشون مثل اینکه رفتن کامپیوتر رو بزنن، دستشون خورد، تلفنشون قطع شد. مشکل نیست، ما با حسن ظن برخورد میکنیم. امیدوارم احمد آقای گل هر موقعی که کامپیوترشون رو زدن و این روایت رو پیدا کردن به من اطلاع بدن.